در زمینه تقویت بخشیدن آبادانی و بنیادکاری‌ها با مناسبت استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه مومن آباد با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی در اساس نقشه چرابینی‌های تهیه گردیده تدبیرهای سبز و خرمگردانی منتظم عملی کرده می‌شوند. در دایره عملی سازی چنین هدف‌های سازنده و بهره آباد و زیباگردانی کوچه و محله‌ها این نوبت در مرکز ناحیه در حدود جماعت شهرک چارسو با اشتراک کارمندان مؤسسه‌ها و ساکنان محلی حشر دسته‌جمعانه نهالشینانی برگزار کرده شد. طبق معلومات‌ها برای آبادانی و سبز و خرمگردانی در موسم امسال شینانیدن 15000 بیخ نهالان گوناگون آرایشی و همیشه سبز و سایه‌افکن در ناحیه نقشه‌گذاری گردیده کارها در این سمت با وسعت جریان دارد. با مقصد اجرای این هدفها تنها در جماعت شهرک ناحیه مخصوصاً شفت راههای اتومبیلگرد اطراف کارخانه و مؤسسه‌ها و خانه‌های استقامتی شینانیدن بیش از 2000 بیخ نهالان همیشه سبز و آرایشی به نقشه گرفته شده تا امروز زیاده از 800 بیخ نهالان شینانیده شدند و ادامه آن مرحله به مرحله عملی گردیده ایستاده است. ساکنان شهرک چارسو با یک روحیه بلند به شنبگی برآمده و در تازه کردن محل خود سهم خود را گذاشتند و همزمان بهر اجرای نقشه کبوت‌زارکنی در شهرک چارسو زیاده 300 نهال‌های همیشه سبز را شیناندند و همیشه در نزد خانه‌های استقامتیشان گل‌های موسمی می‌شناسند که به حسن خانه خود باز هم یک آرایش دیگر را ضم می‌کند. با توصیه متخصصان ساحه در ناحیه مومن آباد از نامگوی نهالان نادر آرایشی سال دوم است که شینانیدن نهال نوی پاولانیا تجربه کرده می شود. کارمندان مؤسسه و تشکیلات‌های گوناگون و ساکنان محلی با درک احساس بلند وطن دوستی و سهم گذاشتن در آبادی و خرمگردانی این گوشه وطن در حشر نهال شینانی فعالانه شرکت نمودند. در برابر دیگر تشکیلات و مؤسسه‌ها کارمندان بیمارخانه مرکزی ناحیه مومن آباد در کارهای آبادانی ناحیه سهمی با سزای خود را گذاشته ایستادند. ما چنین کارهای آبادانی را پیوسته در حدود مؤسسه خود می‌گذرانیم. این همه کارهای انجام داده باعث شکوفایی وطن عزیزمون می‌گردد. با وسعت بخشیدن چنین تدبیرهای دسته‌جمعانه نهالشینانی زیبایی و تراوت کوچه و محل و موضع مؤسسه‌های فراغتی باز هم دوچنگ گردیده برای مهمانان و سیاحان و ساکنان ناحیه شرایط بهتر و خوبتر سیر و فراغت فراهم می‌گردد. برای کفالت تامین سبزیش و نشو و نمای نهالان با توصیه متخصصان قاعده‌های آگروتکنیک شینانیدن رعایت کرده می‌شود. همچنین با مقصد سهمگذاری در آبادانی و سبز و خرمگردانی چنین اقدام‌های نهالشینانی در دیگر موضع‌های مرکز و جماعت‌های دهاتی دوردست ناحیه نیز ادامه دارند. این نوبت در دهه‌های دوردست جماعت دهاتی بلخابی ساکنان محلی با استفاده از امکانیت‌های موجوده و تشکیل حشرهای دسته‌جمعانه نهالشینانی در قطعه‌های زمین للمی باغ‌های میوه‌دهنده بنیاد نموده همچنین بهر سرسبزی و زیبایی موضع نهالان سایه‌افکن و آرایشی شینانیدند. با مقصد اجرای این هدفها تنها در جماعت دهاتی بلخابی در موسم امسال شینانیدن بیش از 3000 نهالان میوه‌دهنده و آرایشی و سایه‌افکن به نقشه گرفته شده اقدام مذکور مرحله به مرحله عملی گردیده ایستاده است. برای کفالت تامین سبزیش و نشو و نمای نهالان با توصیه متخصصان قاعده‌های آگروتکنیک شینانیدن رعایت کرده شد. عملی سازی چنین تدبیرها نشان از احساس بلند وطن دوستی شهروندان و درک خودشناسی و خودآگاهی ملی بوده بیانگر سرجمی و متحدی مردم و تامین آرامی و ثبات سرتاسری کشور است. همزمان با سهمگذاری‌های صاحبکاران و ساکنان محلی در دهه‌های دوردست بنیاد انشاءات گوناگون از قبیل سنگفرش‌نمایی راه‌های اتومبیلگرد، ساختن پل‌ها و عملی سازی دیگر تدبیرهای سازنده وسعت یافته ایستاده است. همچنین با مقصد ثمرناک استفاده نمودن خطه‌های زمین کارم نزد مؤسسه‌های تعلیمی ساکنان محلی دسته‌جمعانه کشت کارتوشک را براه مانده جهت تامین محصولات غذایی برای آشخانه مؤسسه منتظم سهمگذاری می‌نمایند. ساکنان محلی با درک احساس بلند وطن دوستی و سهم گذاشتن در آبادی و خرمگردانی این گوشه وطن پیوسته در حشرهای دسته‌جمعانه و دیگر تدبیرهای آبادانی فعالانه شرکت می‌کنند. خیرنسا مرادزاده محمدی میرزا، ناحیه مومن آباد، اخبار.